سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا کانال یوتیوب منه به نام ایو که معنیش هم آغاز هنر. اینجا ما میخوایم 0 تا 100 آموزش آبرنگ رو با هم داشته باشیم. از تجربیاتم بهتون میخوام بگم، امیدوارم که لذت ببرید. خب بچه ها، برای شروع آبرنگ نیاز دارید که یه سری وسایل رو تهیه کنید، مثل قلمو، مقوا و آبرنگ. این 3 تا بیس اولیه‌شه که باید داشته باشید. مقوا که حتما ضخیم باشه، چون برای آبرنگ ما میخوایم با آبرنگ و آب و اینا کار کنیم، باید حتما مقوای ضخیم داشته باشید. گرم بالا باشه حتما. قلمو هم که قلمو حتما باید سرگرد باشه، چون سرگرد قشنگ آبو به خودش جذب میکنه و راحت‌تر میتونید نقاشی بکشید. شماره 0 رو میخواین شما، شماره 4 رو میخواید و 6، حالا یا 12 یا 16 هیچ فرقی نداره. 4 تا به نظر من کافیه، یعنی از 4 تا سایز اونایی که شبیه هم نیست رو بگیرید. برای آبرنگ هم لازم نیست شما یه آبرنگ حرفه‌ای استفاده کنید یا تهیه کنید. آبرنگ‌های ایرانی هم خیلی به نظر من تنوع خوبی دارن. مثلا آبرنگ افرا نسبت به قیمتی که داره کیفیت خیلی خوبی داره. من خودم از آبرنگ افرا استفاده میکنم. میتونید افرا رو تهیه کنید که توی مثلا حالا 12 قرص است، 24 قرص است و به بالا. اگر میخواید یکم بیشتر هزینه کنید، حالا میتونید تعداد قرصاشو بیشتر بگیرید. مثلا حالا 24 رنگ به بالا رو بگیرید، ولی با همون 12 رنگم کارمون پیش میره. بچه من خودم از این مقوا استفاده میکنم و خیلی راضیم و اگر ببینید بافتش پیداست. اگر از این مقوا تهیه کنید که خب چه بهتر، ولی اگرم نبود فقط سعی کنید که هر مقوایی که میگیرید گرمش بالا باشه. خوشحال میشم که منو همراهی کنید و سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.